وای پسر نگو که حسابم خورده. صبح ساعت 7 بیدار شدم تا الان که ساعت 1 در به در این مغازه و مغازه دنبال یه کاره. رفیقم گفته یه جا پیدا کردم برو شهر قبولت کنم. برگشتم رفتم تو شرکت، اینم نصف کارمندایی که اونجا افغانه. به شرفم اصلا نصف کارمندش افغان بودن. رفتم با شرکت صحبت میکنم 20 ساعت، برگشتم یه 10 دقیقه پیش یکی دیگر رو گرفتم. بعد یکی دیگه کیه؟ اون یکی هم افغانه. اعصابم انقدر خورد شد، سوز کشید سرم که دیگه نتونستم واسم یه دقیقه اونجا. همین ندادم تو دهنش و میزش خیلی بود. بابا اینقدر وطن فروش نباشین دیگه بابا. من خودم مال این کشورم، 10 نفر 100 نفر دیگه میشناسن مال این کشورم بیکارن، بعد اونها یه کشور دیگه اومدن کار دارن، اونم چه کارایی. دیگه اینقدر وطن فروش نباشین دیگه، نه پشت هم وطناتون رو بگیرید.